زندگی من به دو بخش تقسیم میشه. یه بخش قبل از اتفاقی که توی سردخونه واسم افتاد و یه بخشم بعد از اون اتفاق. آخرای سال 81 که اون اتفاق برام افتاد دیدم به زندگی عوض شد و دیگه حتی به چشمای خودم هم اعتماد ندارم. اگر به شنیدن این روایت ترسناک علاقه‌مندی، همین الان این ویدیو رو لایکش کن و تا انتهای این داستان جذاب همراه من باش. دبیرستان که بودم فهمیدم آدم درونگرایی هستم و دوست و رفیق زیادی هم نداشتم. 2 سال دانشگاه بودم و حسابداری خوندم و بعدش هم سربازی رفتم. از سربازی که برگشتم با اون تحصیلات بیکار مونده بودم. با سفارش پدرم، شوهرم هم که شخص با نفوذی بود منو توی بیمارستان دولتی تو شهر تبریز مشغول به کار کرد. پدرم که اخلاق منو میدونست بهم گفت ببین آراز، این کارو به سختی برات جور کردیم. اگه میخوای از دستش ندی سرتو بنداز پایین و کارتو انجام بده. اوایل توی پذیرش بیمارستان مشغول به کار شدم و بعد مدتی منو به بایگانی منتقل کردن. در قسمت بایگانی کارمندی به اسم محمود کار میکرد. مدام بهم دستور میداد و منو جلوی دیگران کوچیک میکرد. اوایل نمیفهمیدم چرا این کارو انجام میده، اما خیلی زود متوجه شدم در قسمت بایگانی دختری کار میکرد که اسمش اسما بود و 1-2 بارم با من گرم گرفته بود. اسما به محمود بی‌محلی میکرد و وقتی محمود دیده بود که اسما با من گرم گرفته اینجوری میخواست ازم انتقام بگیره. مدام حرفای پدرم توی گوشم بود و رفتار محمود رو تحمل میکردم، تا اینکه یه روز وقتی پرونده ها توی دستم بود و به سمت قفسه ها میرفتم، خودکاری که توی دستم بود ناخواسته روی زمین افتاد و اسما هم که همونجا بود سریع خم شد و خودکار رو برداشت و بهم گفت خودکار رو میذارم روی میزتون. داشتم ازش تشکر میکردم که همون لحظه محمود اومد و تا ما رو دید سمتم اومد و محکم یقم رو گرفت و درگیری پیش اومد. خلاصه ما رو از هم جدا کردن. تمام پرسنل مرد و زنی که اونجا کار میکردن دورمون جمع شدن. همون لحظه رئیس بیمارستان از در وارد شد. نگاهی به خون دماغ محمود و یقه پاره من انداخت و گفت معلومه اینجا چه خبره؟ یکی از کارمندای بایگانی هم بهش نزدیک شد و کنار گوشش پچ پچ کنان همه چیزو تعریف کرد. بعد از اون رئیس به ما نگاه کرد و گفت آراز و محمود هر دوتون بیاین دفتر. تو راه دفتر رئیس نگاهمون کرد و گفت شما دوتا خجالت نمیکشین؟ امروز تکلیفتون رو روشن میکنم. وارد اتاق که شدیم اجازه ندادم محمود حرف بزنه و گفتم از روزی که من به بایگانی اومدم یک سره این آقا به من امر و نهی میکنه. تا امروز هرچی به بی احترامی میکرد نمیدونستم علت چیه و چیزی بهش نمیگفتم، اما امروز که بی خود و بی دلیل یقه منو گرفت فهمیدم که میخواد به یکی از همکارا قدرت خودشو نشون بده. به من تهمت ناروا میزنه و میگه تو مزاحم اسما خانم شدی. رئیس صداشو بالا آورد و گفت شما 2 نفر امروز حرمت بیمارستان رو از بین بردین. حق جفتتونه که اخراج بشین، اما میخوام این مسئله رو بین خودمون حل کنم. بعد رو به محمود کرد و گفت به خاطر اینکه تهمت زدی و دعوا رو انداختی به بخش نظافت بیمارستان خودتو معرفی کن. و بعد به من نگاه کرد و گفت شما هم در هر حال یک طرف این دعوا هستی. اینجا باید نظم برقرار بشه و کارتو بدون مجازات نمیتونم بذارم. از امروز توی سردخونه بیمارستان کار میکنی. شاید با دیدن کسایی که اونجا خوابیدن کمی عقلت سر جاش بیاد. من که میترسیدم محمود به خاطر بینی شکسته ازم شاکی بشه سریع چشمی گفتم و رفتم. به خودم میگفتم سردخونه هم مثل جاهای دیگه، حالا چند روز هم با مرده ها کار کن، مگه چی میشه؟ از پله ها پایین رفتم و سردخونه رو پیدا کردم. در سردخونه رو باز کردم و وارد شدم و دیدم سمت راستم یه نفر پشت میز نشسته و روزنامه میخونه. روبروی میز وایسادم و گفتم سلام، من آراز هستم. مدیر منو فرستاده تا اینجا کار کنم. خیلی آروم گفت علیک سلام. حتی روزنامه رو هم کنار نبرد تا قیافه منو ببینه. همونجا وایساده بودم، یخچالای اطرافمو نگاه میکردم. اون مرد روزنامه رو بس و روی میز گذاشت و نگاه سردش رو به من دوخت و گفت چرا وایسادی؟ بهش گفتم خب باید چی کار کنم؟ بهم گفت اینجا 2 کار بیشتر نباید بکنی. جسد اومد میذاری داخل یخچال، جسد خواستم میری تحویل میدی. بعد از جاش بلند شد و در حالی که بیرون میرفت گفت حالا میتونی بشینی. قبل از اینکه درو ببنده گفتم شما کجا میرین؟ نکنه میخواین روز اول منو توی سردخونه تنها بذارین؟ بهم گفت
اینجا از مرده ها نترس، از زنده ها بترس. بعدم بیرون رفت و در محکم پشت سرش بست. روی صندلی نشستم. سردخونه پر بود از یخچالای کشویی فلزی که روی هر کدومش اسم جسدی که داخلش بود نوشته شده بود. تعداد زیادی از یخچالا اسم داشتن و تازه داشت خوف اونجا منو میگرفت که با صدای در از جا پریدم. در سردخونه باز شد و یک نفر که روپوش سفید تنش بود وارد شد و روی برانکاردی که همراهش بود یه جسد خوابیده بود. جلوم وایساد و بهم نگاه کرد و گفت چیه؟ لابد میخوای تا صبح بهم نگاه کنی؟ بهش گفتم منظورت چیه؟ گفت پاشو تحویل بگیر جسدو دیگه. من از جام بلند شد و گفتم والا من تازه واردم، نمیدونم باید چی کار کنم. اوف بلندی کشید و گفت پس مهدی کجاست؟ گفتم از در که میرفت بیرون به من نگفت کجا میره. دوباره سری تکون داد و جسد رو روی سکو گذاشت. ملافه رو کنار زد و گفت 2 تا از اون کاغذها برداره، اسم و فامیلی که میگم و روش بنویس. کاری که میگفت رو انجام دادم. در یکی از یخچال‌ها رو باز کرد و جسد رو توش گذاشت. کاغذ رو هم روی در یخچال چسبوند. بعد دفتر سردخونه رو باز کرد و مشخصات جسد رو داخلش نوشت و امضا کرد و گفت خب دیگه ما رفتیم. چند دقیقه بعد دوباره در سردخونه باز شد و یک نفر وارد شد و سلام داد و کاغذی که دستش بود و به سمتم دراز کرد. همون جوری که نیمخیز مونده بودم گفتم این چیه؟ خندید و گفت تازه شروع به کار کردی؟ گفتم آره. سری تکون داد و گفت باشه ولش کن، بیا خودمون یه جوری حلش میکنیم. به کاغذی که توی دستش بود نگاه کرد و بعد به اسامی روی درها نگاه کرد و یکی از درها رو باز کرد و کشوی یخچال رو بیرون کشید. نگاهی به جسد انداخت و گفت خودشه، بیا کمک کن بذاریمش روی برانکارد. از در سردخونه بیرون رفتیم و به آمبولانسی که کران سردخونه پارک کرده بود رسیدیم. جسد رو داخل آمبولانس گذاشتیم و بعد گفت حالا باید منتظر بمونیم آقا مهدی بیاد و امضا کنه. چند دقیقه بعد سر و کله مهدی خانم پیدا شد و با اون آرامش اعصاب خردکنش مدارک رو امضا کرد و جنازه رو تحویل دادیم و به سردخونه برگشتیم. روز اول کارم هم با ترس و هم به شوخی گذشت. روزها یکی پس از دیگری میگذشت و اما ترس من نسبت به اون کار کم نمیشد. هر بار که چشم به درهای سردخونه میافتاد و به جسدهای داخلش فکر میکردم حالم دگرگون میشد. حدوداً 3 هفته‌ای از شروع به کارم توی سردخونه گذشته بود که یک روز مهدی خان از در سردخونه وارد شد و گفت کسی که شیفت شب کار میکنه مریض شد و امشب تو باید اینجا بمونی. با تعجب نگاهش کردم و گفتم من شب تنها اینجا بمونم؟ صبح جنازه‌مو باید از داخل یکی از این کشوها بیرون بکشی. برگشت و در حالی که به سمت در خروجی میرفت گفت دستور رئیس دیگه، خودت میدونی تا زمانی که اون بنده خدا حالش خوب میشه من و تو باید جای خالیچو پر کنیم. منم تقسیم کار کردم، روزا من وامیستم شبا تو. اینو گفت و از در خارج شد. اون چند ساعت خیلی زود گذشت و هوا تاریک شد. اگرچه لامپای داخل سردخونه شبانه روز روشن بود و زیاد فرقی نمیکرد، اما یه تفاوت کوچیک وجود داشت. هرچی به آخر شب نزدیکتر می شدیم راهروهای بیمارستان خلوتتر می شد و ساکتتر، خصوصا جایی که من کار می کردم یعنی سردخونه. اگر امید برگشتن به کار قبلی رو نداشتم همون لحظه اونجا رو رها می کردم و می رفتم. کم کم گرسنه شدم و ساندویچی رو که بعد از ظهر از بوفه بیمارستان برای شام شبم خریده بودم از داخل کمدم برداشتم و روی صندلی نشستم تا مشغول خوردن شامم بشم که ناگهان در سردخونه باز شد و یه برانکارد وارد شد. پشت برانکارد پرستاری که جسد رو آورده بود وارد شد و صورتش مثل گچ سفید بود. با دیدن اون بیشتر جا خوردم و گفتم چت شده؟ تو چرا رنگت اینجوری پریده؟ یه نگاه عجیبی بهم انداخت و گفت جسد رو تحویل بگیر. کاغذی که دستش بود و روی برانکارد گذاشت و رفت. ساندویچم رو داخل کمد گذاشتم و به سمت جسد رفتم. برانکارد رو به سمت یکی از یخچال‌های خالی کشیدم و در حال گذاشتن جسد داخل کشوی یخچال بودم که پارچه سفید از روی صورتش کنار رفت. فریاد بلندی کشیدم. با ترس و وحشت به عقب پریدم و باورم نمیشد چی میبینم. صورتش داغون شده بود و به جای چشاش 2 تا حفره خالی بود. از دیدنش حالت تعو بهم دست داد و نمیدونستم چی کار کنم.
سری بهش نزدیک شدم و پارچه رو روی صورتش انداختم. کشوی یخچال رو جا زدم و درش رو بستم. عرق سردی روی پیشونیم نشسته بود. با قدم‌های آهسته‌ای برگشتم و روی صندلی نشستم. تصویری که دیده بودم حتی برای یک لحظه از جلوی چشمم کنار نمیرفت. داشتم با خودم فکر میکردم چرا صورت این جسد این شکلیه؟ یعنی چه اتفاقی براش افتاده بود؟ هنوز به خودم نیومده بودم که در سردخونه زده شد و پرستاری که جسد رو آورده بود داخل شد. منو که توی اون حال دید بهم گفت تو هم دیدیش؟ بهش گفتم صورتش چرا اینطوری شده؟ یه نگاه عجیبی بهم انداخت و گفت پس بدنشو ندیدی؟ بیچاره رو تکه تکه کردم. این حرفو که شنیدم حالم خرابتر شد. گفت اگه بهت بگم چرا فوت کرده حالت بدتر از اینم میشه. گفتم براش چه اتفاقی افتاده؟ کمی بهم نزدیک شد و گفت شنیدم جن‌ها این بلا رو سرش آوردن. موهای تنم سیخ شد و گفتم استغفرالله، این حرفا رو از کجا در میاری مرد حسابی؟ قدمی به عقب برگشت و گفت این جسد 5 روز توی پزشکی قانونی بود و نتونستن علتی برای مرگش پیدا کنن. میگن با اجنه در ارتباط بود و خواسته هاشون رو عملی نکرد و ازش انتقام گرفتن. هر بار که اسم جن رو به زبون می آورد موهای تنم سیخ می شد و بهش گفتم تنها بودن من با جسدها اینجا کم بود، تو اومدی بیشتر عذابم بدی؟ خنده زشتی روی لبش نشست و گفت فکر کنم تازه اینجا مشغول به کار شدی. سری تکون دادم و گفتم اتفاقا اولین شبیه که اینجا. گفت من فاتح هستم، از آشناییت خوشبختم. از جام بلند شدم و ساندویچمو از توی کمد برداشتم و گفتم من که دیگه نمیتونم بخورم. ساندویچو به سمتش گرفتم و گفت من از این آشغالا نمیخورم. بهم برخورد و دیگه جوابشو ندادم و ساندویچو توی سطل آشغال انداختم و روی صندلی نشستم. کمی نگاهم کرد و وقتی دید حرفی نمیزنم از در سردخونه خارج شد و رفت. همین که پاشو از در بیرون گذاشت ناجور ضعفم زد و با خودم فکر کردم کاش حداقل ساندویچمو ننداخته بودم. سریع از جام بلند شدم و دنبالش رفتم تا بهش بگم از بوفه بیمارستان یه خوراکی برام بگیره. اما هرچی نگاه کردم توی اون سالن طولانی آثاری ازش نبود. سریع به انتهای سالن دویدم و در رو باز کردم و به راهروهای اطرافم نگاه کردم. اما انگار آب شده بود و رفته بود توی زمین. نمیتونستم به خودم بقبولونم که اون مسافت طولانی رو توی اون فرصت کم که به چند ثانیه هم نمیرسید طی کرده باشه. با متعجب و حیرت به سالن برگشتم و به طرف سردخونه راه افتادم. داشتم برای خودم فرضیه می‌بافتم که ناگهان صدایی از داخل سردخونه به گوشم رسید. برای این یه قلم هیچ جوابی نداشتم. توی سالن که من وایساده بودم و سردخونه هم یه راه ورودی بیشتر نداشت. ناگهان ترسی وجودمو گرفت و گفتم نکنه حرفای اون پرستار درست باشه. نکنه جنهایی که میخواستن از اون آدم انتقام بگیرن دوباره برگشتن سراغ جسدش. دوباره صدایی شنیدم. انگار یکی داشت کشوی سردخونه رو بیرون میکشید. با بسم الله گفتم به سمت در سردخونه رفتم و به آرومی در رو باز کردم و با صحنه عجیبی مواجه شدم. در یخچال باز شده بود و کشویی که همون جنازه روش بود بیرون اومده بود. سرمو داخل بردم و اطراف رو نگاه کردم. کسی نبود. کمی اونجا منتظر شدم و وقتی اتفاقی نیفتاد با خودم گفتم شاید در یخچال خوب بسته نشده که جنازه خود به خود بیرون اومده. برای خودم دلیلایی می آوردم تا بتونم دوباره وارد سردخونه بشم که از پشت سرم صدایی شنیدم. وقتی برگشتم و توی سالن نگاه کردم دیدم فاتح داره به سمتم میاد. نزدیکم که رسید دستشو دراز کرد و گفت کمی نون حلوا برات آوردم. پلاستیکی که تو دستش بود و گرفتم و ازش تشکر کردم و سری تکون داد و برگشت و به سمت انتهای سالن راه افتاد. به خودم گفتم بهتره تا از اینجا دور نشده من برم داخل و کشوی جنازه رو جا بزنم و در ببندم. وارد سردخونه که شدم دوباره جا خوردم. پارچه‌ای که روی جسد بود کاملا کنار رفته بود. پلاستیک نون حلوایی که اون پرستار برام آورده بود و روی میز گذاشتم و یواش یواش به جسد نزدیک شدم. بدون اینکه جسد رو نگاه کنم سریع کشو رو به داخل هل دادم و در یخچال رو بستم. برگشتم پشت میز روی صندلی نشستم و سعی کردم باور کنم باز شدن در یخچال اتفاقی بوده.
نگاهم به پلاستیک روی میز افتاد و برش داشتم تا از اون نون حلوایی که آورده بود بخورم، اما همین که در پلاستیک رو باز کردم آنچنان بوی تعفنی به مشامم خورد که حالم دوباره بد شد. لعنتی به اون پرستار فرستادم و در سطل رو باز کردم و پلاستیک رو داخلش انداختم. نگاهی به ساعتم انداختم، 3:30 شب بود. به خودم گفتم این چند ساعتم صبر میکنم و مهدی خان که اومد میرم بیرون و یه چیزی میخورم. برگشتم و روی صندلی نشستم. اون روز از صبح توی بیمارستان بودم و بس که خسته شده بودم دستامو روی میز گذاشتم و سرمو روی دستام گذاشتم و خوابم گرفت. در حال چرت زدن بودم که صدای باز شدن در یخچال و بیرون اومدن کشوی سردخونه به گوشم خورد. صدا رو میشنیدم اما سعی کردم نشنیده بگیرم و بخوابم. کم کم صداهای دیگه هم بهش اضافه شد که باعث شد چشمامو باز کنم و سرمو از روی دستام بالا بیارم. با اینکه مغزم هنوز خواب بود اما چشمم که به اون صحنه افتاد صاف روی اون صندلی نشستم. کشوی سردخونه بیرون اومده بود و همون پرستار رو بالای جسد میدیدم که داشت از گوشت جسد میخورد و به هم زل زده بود و گفت بهت که گفته بودم من آشغال نمیخورم. شوکه شده بودم و فریاد بلندی کشیدم. بعدشو یادم نمیاد. چشم‌ها که باز کردم روی تخت بیمارستان بودم و حالم بدجور خراب بود. با اینکه پدر مادرم کنارم بودن اما ترس داشتم و به خودم میلرزیدم. مادرم نزدیکم شد و ازم پرسید چی بهت گذشته مادر؟ چرا میلرزی؟ سری پرسیدم توی همون بیمارستانی که کار میکنم هستم؟ سری تکون داد و گفت آره پسرم. نشستم و گفتم زود منو از اینجا ببرید، میخوام بلند شم. که پرستارا اومدن و نذاشتن، بهم آرام بخش دادن و دوباره به خواب رفتم. وقتی که بیدار شدم مادر و پدرم بالای سرم بودن و رئیس بیمارستانم کنارم بود. رئیس بیمارستان دستمو گرفت و گفت تو رو بیهوش توی سردخونه پیدا کردیم آراز، نمیخوای بگی چت شده پسر؟ شروع به صحبت کردم و راجع به اون جسد و پرستاری که جسد رو آورده بود حرف زدم. مادر و پدرم وحشت زده به حرفام گوش میکردن و وقتی حرفام تموم شد رئیس بیمارستان گفت الان مسئول سردخونه رو اینجا میخوام و ازش میپرسم. چند دقیقه بعد مهدی خان اومد و گفت ما همچین جسدی توی سردخونه نداریم آراز. بهش گفتم چطور ممکنه؟ پرستاری به نام فاتح اونو آوردش. رئیس بیمارستان گفت ما پرستاری به نام فاتح نداریم، این اسم حتی یه بارم به گوشم نخورده. بهشون گفتم برام نون و حلوا آورده بود، اونو توی سطل زباله انداختم. مهدی خان گفت احتمالاً به نظرت اومده، اما برای اینکه مطمئن بشی الان میرم سطل آشغالو هم برات میارم. وقتی میخواست بره به پدرم گفتم تو هم همراهش برو. پدرم سری تکون داد و با شک و تردید پشت سر مهدی خان راه افتاد. چند دقیقه بعد برگشتن و گفتن اثری از نون و حلوا توی سطل آشغال نبود. رئیس بیمارستان دکتر معالج رو خواست و نظرشو پرسید. دکتر بهش گفت احتمالاً آراز دچار توهم دیداری شده و باید به روانپزشک مراجعه کنه. مدتی تحت درمان قرار گرفتم و با اینکه رئیس بیمارستان با مرخصی من موافقت کرده بود اما به خاطر حال روحی بدم دیگه به بیمارستان برنگشتم. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما نظرتون از واقعی بودن و نبودن این داستان رو تو کامنت ها برام بذارید. تا یه دانستنی و داستان ترسناک دیگه اوقات بکام و بدرود.